توی این ویدیو قرار راه‌های پس‌انداز کردن رو با هم مرور بکنیم. شاید بعضی از این راه‌ها اونقدر عجیب باشه که باور نکنید این راه‌ها کارسازن. شماره 1. فهرست بندی و بودجه بندی کنید. همونطور که کارهای روزانه‌تون باید طبق برنامه ریزی انجام بشه، برای دخل و خرجتون هم باید برنامه ریزی کنید. میتونید شما جدولی بکشید و جلوی هر آیتم هزینه‌های معینش رو بنویسید. مثلا هزینه اجاره خونه اگه مستاجرین، هزینه خودرو و بنزین، هزینه‌های درمانی و چکاپ ماهیانه، هزینه درس و مدرسه فرزندتون، هزینه‌هایی که برای لباس، خوراک و تفریح اختصاص میدین و بقیه موارد. از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. به جای هزینه‌های سنگین کرایه روزانه، میتونین از وسایل نقلیه عمومی مثل